سلام عشقای داشمیر، حالتون چطوره؟ خیلی خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. اگه تازه با چنل من آشنا شدی حتما ویدیو رو لایک کن، چنل رو ساب کن، تا کامنت انگلیسی حتما پای ویدیو بذار. عشق منی، کلی انرژی میدی برای ویدیوهای بعدی. بکن بریم سراغ ویدیو. امروز اتچمنت ناو 47 براتون آوردم. متیک، عادی، اپیک، هیچ فرقی نداره اتچمنت. در هر صورتی بچه ها انمی میخوره اتچمنت. اگه نظر منو میخواین بچه ها بندازین رو کمای عادی. کمای یعنی خب 47 بدون کما، یا کمای دایموندی گلدی چیزی، یا کمای ریر و اینا. بچه ها جلوتر میبینید از اتچمنت رو که چی میزنه. جوری چیندم بچه ها. بذارین یه توضیح راجع به اتچمنت همین الان بهتون بدم تا شما از گیم پلی لذت میبرید. ببینید اتچمنت بچه ها جوریه، هم نزدیکو میزنه، هم میدرنجو میزنه، هم دورو میخوره بچه. دورو واقعا میخوره. نزدیکم هیپ فایرش خوبه. خب هیپ فایرش نسبت به مثلا گانایی تو چیز خودش خیلی خوبه بچه. جوری چیدم که دیگه بتونید همه جوره باش بزنید. فقط یه توضیح ریز راجع به اتچمنتش بهتون بدم. چرا؟ چون بچه ها این 47 برل جدیده رو داره، برلی که چند سیزن پیش بهش اضافه شد. خب حالا چرا این برل رو گذاشتم؟ که بتونیم یه اتچمنت اضافه کنیم بهش. چون این برل جدیده بچه ها یه موزلم با خودش داره. یعنی ما میتونیم مثلا یه آندربره براش بذاریم، میتونیم خشاب براش بذاریم، میتونیم هر چیزی که دوست داریم براش بذاریم. خب و بچه 47 خب یه گانیه که همیشه یه خدا بافه. یعنی دیدید دیگه توی این آپدیت های جدید یه قابلیت اضافه شد توی قسمت لودات که مثلا اگه گانی نرف شد، اگه گانی باف شد اونجا میزنه روی خود عکسه. ولی بچه گانایی مثل توی رایفلا خب اودن، M4، 117 و 47، این 4 تا گان همیشه بافن حتی اگه نرف بشه. خب ببینید الان خود مثلا M4 چون بافه هم ایمسیس داره هم دمیجش رفته بالا. 47 هم بچه ها هم میتیکش بچه ها حالا یه نمه فرق داره. خب نه که مثلا بگه آی فرق داره بهتر میزنه، نه، تنها فرق متیکش بچه ها آیرون سایتش. خب که شما با آیرون سایتش بهتر میتونید بزنید، وگرنه هیچ تاثیر دیگه ای نداره. اگه میبینید اتچمنت ها متیکه بچه اون همه برای خوشگلیه. حالا یه تاثیرات ریزی داره ولی خب اونقدری نیست که شما نتونید مثلا با یه 47 عادی بزنید. از نظر من 47 عادی خیلی بهتر از متیکش. و بچه ها داشتم بهتون میگفتم که برای 47 خب اینجا گانا دراف کشید. ببینید چی جوری انمی میخوره. فقط نگاه، تو آرمور 200 تو 2 ثانیه میندازه، اونم فاصله میدرنجو. میبینید بچه ها برای 47 سعی کنید دراپ شات بزنید، نه 47 کلا رایفل. خب بچه این نکته آموزشیه. سعی کنید همیشه با شاتگان با ببخشید رایفل دراپ شات بزنید، چون خیلی بهتون کمک میکنه. اینجا می تاپ 4 ببینید این 2 تاشون رو زدم، اینم سومیشه، الان چهارمیشم. بچه این بالا رو نگاه کنید. فقط توضیح هم راجع به گیم بهتون بدم. بچه ها نگاه کنید الان من میرم این بالا. خب برای من یه نوتیف میاد، یعنی نهایت بدشانسی، ولی خب از جان خوش شانس. نگاه نوتیف اومد، اینم لوت اومد جلوم نیاد، شانس هم گرفت اون شد. و از اینجا به بعد بچه ها من میمیرم. یه گیم پلی دیگه هم براتون گذاشتم که بیشتر ببینید این اتچمنت چجوری میزنه. خب ببینید روی انمی قلف کنی تمومه. اتچمنت انگار بچه این بات داره. نگاه 36-40 تا دمیج میده. اینا خیلیه برای 47 بدون ترکی.
میریم جلوتر الان. اومده آرمان‌ها رو بده. میبینید که بعد چجوری فقط انیمیون میخوره. الان مثلا خب گانایی مثل M4 بچه ها، M4 کلن این مسیسته، اون کلن چیتا خالص M4، یه ویدیو هم براش میذارم. ولی شما این 47 تا نگاه اصلا میس نمیدی باش. خودش یه ایم اسیست جدا داره، اتچمنت خودش یه ایم اسیست جدا داره، اتچمنت نگاه بتونی رو انمی قلف کنی و تموم کاره. من اینجا اومدم خطشو بگیرم، نه گفتم حتما از این ور میاد، از این در اینجا رفتم بالا، دیدم یارش بالا سرم لرزه، گفتم نپره، اینو دیدم. و بچه آموزش پامپدم حتما براتون تو ویدیو بعدی میذارم. دیدی چجوری خورد انمیو؟ ناموسن یه لایک نداره این اتچمنت، یه لایک و یه ساب تو نباید بکنی ما رو، خدا شاهده. اتچمنت تو که بهتون دادم، بچین عشق کن، بزن، بگو حلالت باشه، بیا مارم یه لایک و ساب بکن. نگاه فاصله رو نگاه، خورده نمیاد بچه، خورده نمیاد. بتونید خب برای اینکه بهتر رایفل بزنید، بتونید این ایمی که این زومتون دور میشه اسکوپتون، اونو فعال کنید بزنید بچه ها، رایفلتون خدا میشه. خب دیگه کم کم پایین ویدیو رسیدیم. مرسی که تا اینجای ویدیو رو نگاه کردی. لایک و ساب چنل یادت نشه، عشق منی. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.